چی میشه بعضی از زن و شوهرها شاد و خوشحال و موفقند؟ ببینید این زن و شوهرها به خاطر هیچ احدی با همدیگه بحث نمی کنند. تمام بحثاشون به خاطر خودشون دوتاست. خواسته و دلخوریاشونو شفاف به همدیگه میگن، همدیگه رو حمایت میکنند، به پیشرفت همدیگه کمک میکنند، همیشه به فکر خوشحال کردن همدیگه هستند، حتی شده با یک شاخه گل. اینو یادتون باشه، اگر توی زندگی شما نفر سوم وارد شد، فاتحه زندگی خونده است، حتی اگر خانواده‌ات باشه.